این ماست خوشمزه در ولایت بلخ تولید می شود. برخلاف لبنیات وارداتی تازه است و مواد نگهدارنده هم ندارد. می خواهید بدانید این محصول چگونه تولید شده؟ ما در ولایت بلخ هستیم. اینجا برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات یا کاردف به مردم کمک می کند تا به مقدار زیاد و با کیفیت بالا شیر تولید کنند و بر علاوه مصرف در خانه از آن بهره اقتصادی هم ببرند. با این منظور کاردف بذر، کود و آموزش های لازم برای کشت علوفه معیاری را برای صدها فامیل فراهم نموده است. نظر یکی از مستفید شوندگان را در این مورد بشنوید. محصولش خیلی خوب است، از جان حیوانی بسیار مفید است. خب با جانش میشینه، هضم کنه، میتونه نسبت به رشقه به دیگر علفا شهردار شیرش اضافه کرده. من پیش اگر 10 کیلو 9 کیلو شیر میداد، ولی گاهی ما 12 تا 13 کیلو شیرش رسیده. بر علاوه علوفه، تامین صحت حیوانات و تولید و نگهداری درست شیر آنها در کیفیت محصول نهایی نقش مهم دارد. با این منظور کاردف به بیش از 1000 تن از بانوان در ولسوالی بلخ تجهیزات و آموزش‌های لازم برای تولید و نگهداری صحی شیر را فراهم نموده است. همچنان خدمات متنوع وترنری کاردف به مردم کمک می‌کند تا حیوانات صحتمند داشته باشند. استفاده از علوفه معیاری، تولید و نگهداری صحی شیر و تامین صحت گاوهای شیری عوامل مهم مرحله تولید را تشکیل می‌دهند. قبل از شروع فعالیت‌های کاردف، مردم تولید خود را به صورت فردی به بازار عرضه می‌نمودند. مصارف انتقال و شرایط نامناسب آن باعث می‌شد تا شیر به قیمت پایین فروخته شود و یا هم در مسیر راه فاسد گردد. برای رفع این معضل کاردف 5 مرکز جمع‌آوری شیر تأسیس نموده است. حالا مردم برای فروش شیر به جای طی مسافه طولانی تا شهر به این مراکز مراجعه می‌کنند. نظر در شیر گاو از 18 کیلو 17 کیلو دو گاو است میاریم. از حساب مصرف خیلی کمتر است فعلا. وقت ما شیر گرم کو برای گرفته ببرد بازار رو چکه کو خیلی گپ میشه. در هر یک از مراکز جمع‌آوری شیر یک فرد مسلکی برای مدیریت تأسیسات و خریداری شیر مستقر گردیده است. او تنها زمان شیر را خریداری میکند که از کیفیت و تازگی آن اطمینان حاصل نماید. چند قسم دوا برای ما داده. شیر که آورده یک قسم آلیس به نام لاکتومتر میگه، اگر آبدار بود اون نشان میده که این آب داره شیر، او را نمیگیریم. و یک قسم از الکلای 70% است، او را میاندازیم و کدام شب بسیار حرارت هوا زیاد گرم بود، شیر اگر ترش کرده بود او را نشان میده، او را مسترد میکنیم و درست شیر ما میگیریم و شرکت را هم میکنیم. به نظر می رسید شیر که علی برای فروش آورده سالم و تازه است. مقدار تحویلی امروز او در کنار تحویلی های دیگرش در این هفته در کتابچه مربوط به خودش ثبت می شود و علی پول تمامی فروشات هفته خود را در آخر هر هفته از این مرکز به دست می آورد. 5 مرکز جمع‌آوری شیر که توسط کاردف تأسیس گردیده می توانند روزانه به صورت مجموعی بیش از 12000 لیتر شیر جمع‌آوری نمایند. این مرکز امروز نزدیک به 1500 لیتر شیر را از اهالی روستاهای همجوار خریداری نموده است و پس از بررسی مسئولین شیرهای جمع‌آوری شده را در ظروف مخصوص یکجا می سازند تا شیر برای انتقال آماده گردد. کاردف یک اراده موتر یخچالدار را آماده نموده تا روزانه شیر جمع‌آوری شده را به صورت درست به مرکز پروسس انتقال دهد. به منظور بهبود روند انتقال شیر از مراکز تا محل پروسس آنها، کاردف ساخت بیش از 6 کیلومتر سرک قیر را روی دست گرفته که مراکز جمع‌آوری شیر را به مرکز ولسوالی و شهر متصل می سازد. در نظر است تا ساخت این سرک ها تا ختم سال 2015 تکمیل گردد. شرکت تولید لبنیات پاکیزه به عنوان همکار کاردف شیر جمع‌آوری شده در محلات را خریداری می نماید و از این طریق به منابع عمده شیر دسترسی پیدا می کند. پس از رسیدن به شرکت پاکیزه و بررسی کیفی مجدد، شیر پاستوریزه و هیموژنیزه می گردد و برای تولید ماست و دوغ به بخش‌های مختلف انتقال می یابد. یکی از این بخش‌ها محل تولید ظروف است. مسئول این بخش به ما می گوید که کارش را دوست دارد. جای افتخار است در یک شرکت وطنی ما کار میکنیم، یک لقمه روزی حلال به دست میاریم. انجینیر عبدالمتین رئیس شرکت پاکیزه است. شرکت او یک عضو فعال اقتصاد ولایت بلخ است. پس از کسب حمایت کاردف، کار شرکت او در حال رشد است. 3000 لیتر در روز تقاضا مصرف میشه، یعنی 3000 لیتر شیر
محصول مختلف مصرف را. در قدم اول تقریبا در حدود 800 یا 900 فامیل روزانه شیر جمع‌آوری میشه. یک کمک بسیار خوب، یک دستاورد خوب بر مردم است. در قدم دوم 30 نفر یا 40 نفر که با ما همینجا کار میکنن، نفقه روزگار میکشن و این محصول به بازار میتن و مغازه از اینکه یک تعداد اینجا کار میکنن، یک تعداد به بیرون که به مغازه خرید فروش میکنن، داد معامله میکنن یا را به کار رفتیدن و دوم دیگه یک محصول خوب و بهتر را به بازار عرضه میشه. پس از بسته‌بندی محصولات آماده انتقال به بازار هستند. بر علاوه تامین دسترسی و مقادیر عمده شیر، فراهم آوری، توانایی انتقال آن و مشوره تکنیکی در عرصه تولید لبنیات، کاردف برای بازاریابی نیز به شرکت پاکیزه یاری میرساند. در یکی از دکانهای شهر بلخ هستیم. با دکاندار صحبت کردیم. عبدالبصیر نوری میگوید محصولات پاکیزه پرفروش هستند. تور کارتان بیش کارتان bizde sota biz namade ko'p mushtarimiz ko'p balada Pokistondan hastda. یکی از خریداران را هم دیدیم. نام او فیض محمد است و او محصولات پاکیزه را دوست دارد. حالا چیز طبیعی صفاک است است. همیشه استفاده می‌کنیم. مقدار و کیفیت این محصولات در نتیجه کمک‌های کاردف با زنجیره ارزش تولید لبنیات بلخ افزایش یافته است. این محصولات لبنیاتی خوشمزه در داخل کشور تولید می‌شوند. تازه هستند و مواد نگهدارنده هم ندارند. بر علاوه به خاطر تولید آنها صدها تن از هموطنانمان همچون علی به فرصت‌های شغلی موقت و دائمی دسترسی پیدا می‌کنند.